دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوار هستم جایی که هستین خوش و خوب سلامت باشید. موضوع ویدیوی امروز در مورد تمرین نوت‌های خالص و یا مکمل موسیقی بالای هارمونی است. ما 7 نوت خالص داریم: سا، ری، گا، ما، پا، دا، نی، سا. مثل دو، ری، می، فا، سو، لا، سی، دو. همچنان نامای دیگه هم بالای از اینا ماندن به نام سی، دی، ای، اف، جی، ای، بی، سی، دی، ای، اف. اما تو رفته میری، یعنی از این اکتیف تا به این اکتیف 3 رقم نام بالایش مانده شده و این نامای آخر می ای بی سی دی ای در وقت استفاده میشه که کورد میگیره و یا در وقتی که اسکیل تعیین میشه. فقط دمی وقتا استفاده میشه و استفاده بسیار زیاد داره و بسیار ضروری است که ما باید دمی بفهمیم. دوستان عزیز، ما تا حال مقدر فهمیدیم که یک اکتیف 3 رقم یاد میشه، ولی ما هنوز نمیفهمیم که نوت‌های پیور، نوت‌های مکمل موسیقی چه رقم برای هارمونی تمرین کنیم و ریاضت کنیم. البته به خاطر از اینکه ما درست ریاضت کنیم ما باید است که بیسیک موسیقی رو بفهمیم. ما این در کاغذ برای شما نوشته کردیم و باشه که چی رقم بانیم که درست بیاید به روی هارمونی. شما اینجا میبینین که شما اگر خواستین از روی ازی یک عکس بگیرین، اسکرین شات، تا که پیش شما باشه. این فرمول قسمی است که فاصله بین چی رقم، سوال ما این است که ما چی رقم نوتا را بالای امی کیبورد هارمونی یا هر آله موسیقی دیگه مثل کیبورد داشته باشه، مثل هارمونی و یا هارمونیکا و اینا، چی رقم ما بازی کنیم، چطور ما تمرین داشته باشیم. قسم فرمول جور شده که فاصله بین سا و ری 1 تا نوت است. فاصله بین ری و گا همچنین 1 تا نوت است. اما فاصله بین گا و ما نیم تا نوت است. فاصله بین ما و پا 1 تا نوت است. فاصله بین پا و دا همچنان 1 تا نوت است. یک نوت مکمل است. مقصد نوت مکمل است. فاصله بین دا و نی همچنان یک نوت مکمل است. اما فاصله بین نی و سا دوباره نیم نوت است. و همچنان ایده اگر ما به نامای دیگه کی ها یاد کنیم، همچنان عین چیز است. فاصله بین سی و دی 1 نوت است و فاصله بین دی و ای همچنان 1 نوت است و همونطور ادامه داره. اگر ما در یک اکتیف فهمیدیم یا سبتک، اگر ما ایده فهمیدیم تا کل اکتیف ها 1 رقم است. حالا ما ایده میخوایم که در روی هارمونی بر شما نشان بدم. خب ما گفتیم که فاصله باشه که باز هارمونی را نزدیک کنم. فاصله بین سا و ری، فاصله بین ازی و ازی 1 نوت مکمل است. چرا؟ به خاطر از اینکه اینجا نیم نوت است و اینجا نیم نوت که در مجموع 1 نوت میشه. فاصله بین ری و گا همچنان 1 نوت مکمل است، چون نیم اینجاست، نیم اینجا 1 تا شده. فاصله بین گا و ما نیم است. شما میبینید که اینجا ما هیچ چیز نداریم، کدام نیم دیگه در مابین از این قرار می، در حالی که در مابین از این تا نیم قرار داشت در مابین از این تا. همچنان فاصله بین ما و پا 1 نوت مکمل است، نیم اینجاست، نیم اینجاست. فاصله بین پا و دا همچنان 1 تا نوت است. شما میبینید فاصله بین دا و نی همچنان 1 تا نوت است، مکمل نوت. اما فاصله بین نی و 3 اکتاو دیگه نیم تا نوت است. شما ببینید که اینجا نیم است.
پس ما چی رقم یاد گرفتیم که اینمی قانونش شما میتونین از هر جای شروع کنین، هر جایی که باشه. اینموتر یک قانون اگر شما به فکرتون بگیرین این لطفا حفظ بکنین تا که همیشه اگر شما از اینجا شروع نکنین از اینجا شروع کنین و یا از اینجا شروع کنین جای سایتون تغییر بخوره بازم قانون شما بفهمین. فرض مثال اگر ما از اینجا شروع کنیم که باز بعد از اون ما دیگه میبینیم که ری ما کجاست. اگر سعی ما اینجا باشه پس ری ما کجاست؟ ری ما یک تا فاصله پس اینجاست، ری ما اینجاست. و باز خیلی گای ما کجاست؟ گای ما گفتیم که بین ری و گا باید یک تا پوره نوت باشه در بین دوتا، پس اینجاست. پس اگر ما اتر باشه پس فاصله پس مای ما کجاست؟ مای ما اینجاست. بخاطر از اینکه فاصله بین گا و ما نیم نوت است و اگر که مای ما اینجا باشه پس پای ما کجا است؟ پای ما اینجاست. بخاطر از اینکه ما گفتیم که فاصله نظر به فرمول فاصله بین ما و پا باید از یک تا باشه که نه نمیشه اینجاست و نمیشه اینجاست. پس اگر این پا باشه پس دای ما کجا است؟ دای ما اینجاست. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه ما فاصله بین پا و دا گفتیم که یک نوت باید باشه و این یک نوت است، این نیم یک نوت. فاصله بین دا و نی چند است؟ هم یک تاست. شما میبینید که نه یک نمیشه اینجاست نمیشه اینجا، پس این میشه نی. و فاصله بین نی و سای ما چی گفتیم که نیم تا است، پس این اینجا سای دیگه این اینجاست. یعنی این نی است و این سه است که فاصله بینشان فقط نیم نوت است. دوستای عزیز این بسیار زیاد مهم است. این حتما زیاد تمرین کنین پیش خود که بفهمین که نوت ها را چه رقم تمرین کنین، در غیر از او براتون مشکل میشه. و این رقم امی اسکیل که ما آل از اینجا اگر شروع کنیم از اینجا شروع کنیم سا ری اینمی اسکیل به نام سی میجر اسکیل یاد میشه. البته در قسمت اسکیلا ما یک ویدیوی دیگه حتما در خدمت شما ترتیب میتونم، ولی این مهم نیست. اما همینقدر مهم است که ما بفهمیم که اینمی رقمی که ما تشریح کردیم، اینمی فرمولی که تشریح کردیم، اینمی اینجا سی میجر اسکیل به نام سی میجر اسکیل یاد میشه. باز اگر که پیشتر که من قسمی که مثال دادم که اگر از اینجا شروع کنیم بازو یک چیز دیگه است که باز اونجا میشه سی شارپ میجر اسکیل یاد میشه. ولی حالا ما در مورد از اینا صحبت نمیکنیم. موضوع امروز ما فقط تمرین نوتای خالص موسیقی بالای هارمونی است. خب دوستای عزیز، ما وقتی که تمرین میکنیم نباید است که فاصله بین نوت ها، یعنی اگر سا میگیم باز ری، باز فاصله بین این نوت ها امی که چقدر نوت ما فشار میتیم از هر نوت باید مساوی باشه. در غیر از اون ما به ریتم میخوانیم و از این خاطر بسیار مهم است که تمرین ما همیشه با مترونوم باشه و یا با هر ریتم دیگه، مثلا با ریتم‌های مختلف طبله تمرین اگر باشه که از این شروع ما با لای ما یعنی ریتم ما درست باشه. ما شروع میکنیم با مترونوم که 74 ضرب در یک دقیقه تمپوش هست. یعنی شما اگر تمرین کردین که در مترونوم انتخاب کنین شما که در یک دقیقه 74 ضرب تمپو داشته باشه. میریم شروع میکنیم.
عزیز، یک موضوع دیگه هم قابل یادآوری است که وقتی که من از طرف چپ به طرف راست میرم، فرکانسی صدا بالاش نمیره. اکتیفا طرف راست فرکانسی صدای بلند دارن. وقتی که از طرف صدای پخش به طرف صدای بلند میری، یعنی از طرف چپ به دست راست میری، به نام آرو یاد میشه. و وقتی که برعکس از طرف چپ میری به طرف راست، به نام افرو یاد میشه. یا مهم است که ما باید بفهمیم. میریم دوباره شروع میکنیم به تمرین خود. و این دفعه شما امی رقم که ما به می تمپو آهسته آهسته تمرین کردم، شما میتونین همونطور تمرین کنین. و به خاطر از اینکه ویدیوی ما بسیار طولانی نشه، من 2 دفعه نمیرم، 3 دفعه نمیرم، ولی شما این تمرین شما زیاد تمرین کنین، 10 دفعه تمرین کنین. باز بعد از او به تمرین دوم برسین. و تمرین دوم چی رقم است که تمپوی ما امی تمپوست. حالا ما 3 تا از نوت‌ها را یک جای تمرین میکنیم. یعنی تا حالا یک نوت 2 بار تکرار کردیم پیشتر. حالا ما 2 نوت یک جای تمرین میکنیم، یعنی میخوانیم، ریاضت میکنیم 2 نوت یک جای. پیشتر اول یک تا نوت بود که علاوه را تمرین کردیم، بعد از او هم یک نوت 2 بار خواندیم. حالا 2 نوت یک جایی میخوانیم.
تا نوت یک جایی میخوانیم. این بود پروگرام امروز. خدا کنه که مفید واقع شده باشه. ویدیویی که در هفته آینده در خدمت شما قرار میتم، همچنان موضوعش در مورد آکار امینوتا می باشه. امیدوار هستم هفته دیگه شما را با خود داشته باشم. فعلا شما را به خدا میسپارم. بای بای.